سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز در مورد سوال یکی از دوستای ماست که پرسیده بودن که لطفاً کوردای سی شارپ میجر اسکیل نشان بدین. میریم دوستای عزیز یک جا شروع میکنیم. دوستای عزیز، اگر ما فرمولای اسکیل ها را بفهمیم، یعنی ما در ویدیوهای گذشته نشان دادیم که میجر اسکیل چه رقم فرمول داره و ماینر اسکیل چه رقم فرمول داره، که و همچنان ما نشان دادیم که کوردای میجر کورد و ماینر کورد دمنشت و بعضی کوردهای دیگر هم همچنان فرمولایش تشریح دادیم که اونا را لطفاً دوستای عزیز حتما ببینید. شما وقتی که شما فرمولا را فهمیدین، بلد شدین، دیگه خودتان میتونین در از هر جایی که شما سعی خود انتخاب بکنین، شما میتونین که به صورت بسیار درستش هم اسکیل بلد باشین و بفهمین و هم کوردایش. میریم دوستای عزیز یک جای ما میبینیم که اول میبینیم که امی سی شارپ میجر اسکیل چه رقم است، کدام نوتا است و بعد از او کوردایش میبینیم. خب سی ای سی است و ای سی شارپ است. سی شارپ میجر اسکیل چه رقم است؟ سا ری دوستای عزیز، اولی که ما معذرت میخوایم که صدای ما بسیار گرفته است، دماغ من بند است، ما یک ریزش شدید داشتم و گرچه حال خوبتر شدیم اما بازم کاملا خوب نشدیم و من خواستم که در میالتا ویدیو تهیه کنم و ما خواستیم که از این زمانی که تا خانه هستیم به حساب همچنان از زمان خود استفاده کنیم و یک چیز نو از یک دیگه خود یاد بگیریم. خب این بود اسکیل. این حال ما کوردایش میبینیم. این کورد اولش دوستای عزیز، نظر به فرمول روت میبینیم که این اینجاست. بعد از او 1 2 3 4 کلک دو اومده اینجا میاد 1 2 3 1 2 3 و سی تر میشه. اینی سی شارپ میجر کورد است. باز نوت دومش چی است؟ این است. اینا نظر به فرمول که فرمول ما است که از میجر قسمی بود که R 4 3. پس نظر به فرمول R روت است، روت این است 4 1 2 3 4 4 این کلک ماده اینجا بیاید، دوم 3 1 2 3 3 اینجا باید از بیاید. ما ایده رو نمیتونیم بگیریم به خاطر از اینکه اینی نوت در اسکیل وجود نداره. از اون خاطر ما مجبور هستیم که اتر بیاریم. از اون خاطر کورد دوم ما در این اسکیل میشه دی شارپ ماینر کورد. دی شارپ ماینر. سیم ما خب نظر به فرمول 1 2 3 ای روت که ما 1 2 3 4 ای 1 2 3 اینجا باید باشه، اما چون این نوت ما در اسکیل نیست ما یک تا کمترش میکنیم، اینجا میریم. از همون خاطر است که کورد سیم ما در اسکیل F ماینر کورد هستن. کورد دیگه همچنان نظر به فرمول
روت 1 2 3 4 اینجا باید باشه، 1 2 3 اینجا باید باشه. و ما میبینیم که این تمام نوتایش دمی اسکیل است. پس این نوت ما صحیح است، این کورد ما صحیح است، نوتایش درست است. این اینجا است که اف شارپ میجر کورد است. دیگه شسته این اینجا از جی شارپ کوردش نظر به فرمول 1 2 3 4 اینجا 1 2 3 اینجا میشه. ایام درست است. این میشه جی شارپ میجر کورد. کورد دیگه ما که ای شارپ است نظر به فرمول 1 2 3 4 1 2 3 اینجا باید شوه اتر. اما ما میبینیم دوستای عزیز که اینی نوت ما نیسته. این نوت در اسکیل وجود نداره، از اون خاطر اینجا میاریم. پس ای شارپ ماینر کورد میشه و کورد هفتم ما نظر به فرمول 1 2 3 4 1 2 3 اتر باید شود. و ما اینی نوت نداریم در اسکیل، ایرم نداریم، ایرم نداریم. پس ما باید ایره در اینجا بریم و ایرم در اینجا بریم. دوستای عزیز نظر به فرمول این رقم باید میشد، یعنی روت 1 2 3 4 که ما در ای آمد 1 2 3 اینجا می بود. اما ما میبینیم که در اسکیل ما این نوت و این نوت نداریم. این دو تا نوت شامل اسکیل ما نیست، از اون خاطر ما کمترش میسازیم. اینجا میریم، اینم در اینجا میریم. چی جور میشه؟ میبینیم که روت 1 2 3 1 2 3 اینجا میشه diminished chord که روت 3 3 1 2 3 1 2 3 diminished chord. پس ما دیدیم دوستای عزیز که اصلا سکیل ما سی شارپ میجر سکیل بود، اما ما دیدیم که چقدر در این ماینر کورد وجود داشت و همچنین یک تا دیمینشت کورد هم وجود داشت. پس یک دفعه ما ایره هر سر میبینیم. سکیل ما بود که ساره کما پادا نیسا سانی دا پا مگره سا. کورد اول، کورد دوم، سیوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم. دوستای عزیز این بود ویدیوی امروز ما. خدا کنه که یک موضوع آموزنده بوده باشه. دوستای عزیز لطفاً ویدیوهایی را که من در آخر از این ویدیو میگذارم اینا رو حتما ببینین که این مرتبط است به این ویدیو. و ما تا که فرمولا رو نفهمیم، اسکیل قانونش و فرمولایش رو بلد نباشیم، بسیار مشکل است که ما این گپا رو بفهمیم. یعنی ما باید فرمول بفهمیم، چون که اگر اسکیل بعضی وقتا ما مجبور هستیم که از اسکیل خود نخوانیم آهنگا رو. وقتی که انتریش یا استیج بسیار از نوت بلند می باشه یا پخش می باشه، ما باید خود صدق بتیم به مو آهنگ، به مو کمپوزیشن. از او خاطر ما باید قانون رو بفهمیم. یعنی اینطور نیست که ما تمام آهنگا رو بتونیم از اسکیل خود ما بخوانیم. وقتی که اینطور یک قانون است و اینطور یک امکانات است، پس ما باید قانون رو بفهمیم که تا که ما بتونیم از هر اسکیل دیگه یعنی برای ما آسان باشه، ما یعنی کانفیوز نشیم و ما راه خود بتونیم پیدا کنیم. دوستای عزیز این بود ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که یک چیز نو آموخته باشیم از یکی دیگه. تا هفته دیگه شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم و از شما بسیار خواهش میکنم که
اگر کانال سابسکرایب نکردین و شما از این نوع ویدیوها را خوش دارین، لطفا کانال را سابسکرایب کنین، شیر کنین با دیگر دوستایتان تا که دیگرها هم بتونن که از این ویدیوها استفاده کنن و کانال هم بتونه رشد کنه و تا که ما بتونیم در خدمت شما بهتر قرار بگیریم. تا هفته دیگر دوستای بسیار نازنین، بدرود. بای بای.